салом ба таваҷҷӯҳатон. нашри навбатии барномаи иттилоотии хабарҳои рӯз бо муҳимтарин тафсили охирини хабарҳои Тоҷикистон ва ҷаҳон мустақиман рӯи мавҷи радиои Моҳаҷир. имрӯз 21 декабри 2020 сол аст. хабарҳоро аз Москав шурӯъ мекунем. Кормандони гумрук дар фурудгоҳи байналмилалии Домодедовои Москав кӯшиши содироти беш аз $125,000ро бидуни эъломияи расмӣ ҷилавгирӣ карданд. тавре дар сомонаи расмии гумруки Домодедово навишта шудааст, як шаҳрванди Тоҷикистон бидуни пур кардани эъломия мехост аз Москав ба Душанбе беш аз $125,000 Иёлоти Муттаҳидаи Амрикоро интиқол диҳад. гуфта мешавад, ки ҳангоми назорати мусофирон, маъмурони гумруки Домодедово як шаҳрванди Тоҷикистонро, ки дар долони сабз равона буд, бо беш аз $125,000 Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ва 12,6 рубл, дар маҷмӯъ тақрибан 9,6 миллион рубл боздошт карданд, ки ин нафар маблағҳои бо асъори хориҷӣ доштаи худро дар эъломияи расмӣ нишон надодааст. дарҷ мегардад, ки дар амалҳои мусофири масири Москав-Душанбе нишонаҳои ҷинояти овардашуда дар сархати А қисми 2 моддаи 200 прим 1 кодекси ҷиноятии Федератсияи Русия дида мешавад, ки дар ҳоли ҳозир муфаттишон ҳоли корро тафтиш карда истоданд. طبق قانونگذاری گمرکی کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا، پول نقد در حجم بیش از $10,000 ایالات متحده آمریکا باید اعلامیه خطی حتمی داشته باشد. هنگامی در اعلامیه نشان دادن $100,000 و یا زیاد از آن به مقامات گمرک حجت تصدیق کننده به دست آورده مبلغ را باید مسافر پیشنهاد سازد. ادامه خبرها از مسکو به سنت پتربورگ می رویم. پس از تیراندازی با اشتراک مهاجران در سنت پتربورگ 16 نفر در دایره پرونده جنایتی بازداشت شدند. می نویسد خدمات مطبوعات ریاست منطقوی وزارت کارهای داخلی. طبق اطلاع اینترفاکس، پس از حادثه اوباشانه مردانی از 19 تا 65 ساله بازداشت شدند که از اینها 3 نفر شهروندان فدراسیون روسیه، باقی مانده شهروندان تاجیکستان و آذربایجان میباشند. خبرگزاری بنا به اطلاع یک منبع خود نوشته است که مناقشه روز 20 اکتبر با سبب بحث انتقال مال به بازار اپراکسین دوار رخ داده است. طبق اطلاع نیوسکی نوستی، پس از یک مناقشه لفظی، شخص نامعلوم از سلاح تروماتیکی به سوی مرد 51 ساله که در حالت وزنه میانه در بیمارخانه بستری گردیده است 5 مرتبه تیرخوری کرده است. طبیبان معاین کردند که جبردیده از رانی راستی پای، سرخچه چپ چشم. برای معاین کردن همه حالت‌های حادثه 16 اشتراکچی احتمالی حادثه به اداره پلیس برده شدند. اشتراک و نقش بازداشت شدگان در تیراندازی به طور علاهیده مقرر کرده می شود. طبق قسم 2 ماده 213 اوباشی کودکس جنایتی فدراسیون روسیه، الحال پرونده جنایتی آغاز گردیده. تفتیش را ریاست وزارت کارهای داخلی منطقه بر عهده دارد. خبرهای دیگر و بخش مستقیم برنامه اطلاعاتی خبرهای روز را شما مستقیما میشنوید. روسیه به مهاجران مهنتی شهروندان دولت‌های عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا برای تجربه کار در فدراسیون روسیه نفقه پرداخت میکند. سازشنامه داخلدار که به تأمین حقوق برابر نفقه برای کارگران روانه شده است، از جانب وکیلان روسیه در جلسه پلنوم 21 اکتبر به تصویب رسید. در این باره پارلمانتسکایا گازیتا خبر داده است. سازشنامه درباره نفقه برای کارگران کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا 20 دکبر سال 2019 در سنت پتربورگ از جانب رهبران کشورهای ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و روسیه به امضا رسید. مقصد اساسی حجت تشکل دادن حقوق نفقه کارگران کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در همان شرایط و به همان شکل می باشد که برای شهروندان دولت میزبان عمل می کند. سازشنامه به کارگران کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا و اعضای عائله آنها دخل دارد. این سازشنامه در فدراسیون روسیه چنین بندهای خدمت رسانی را در بر میگیرد. نفقه سقورته برای پیرانسالی، معیوبی، گم کردن سرابان، پرداخت مقرره به نفقه سقورته، افزایش و یا افزایش پرداخت مقرر شده به نفقه سقورته و پرداخت علاوگی به نفقه سقورته اگر در شرطنامه ترتیب دیگری پیش بینی نشده باشد. پرداخت‌های نفقوی و پرداخت‌های دیگر از حساب پس‌اندازهای نفقوی را در بر میگیرد.
روشن کرده شده است که نفقه از جانب دولت تامین کرده می شود و تامین کرده می شود که مهاجر در آنجا فعالیت مهنتی داشته باشد و در قلمرو آن سابقه نفقه به دست آورد. اگر فعالیت مهنتی در فدراسیون روسیه عملی شده باشد، کارفرما حق سقوط کارمند را به بودجه انتقال می‌دهد. همین طریق کارگر حقوق نفقه خود را تشکل می‌دهد. شهر داده است معاون وزیر مهنت و حفظ اجتماعی اهالی فدراسیون روسیه اندری پودوف. شما نشر خبری را مستقیما روی موج رادیو مهاجر میشنوید. در روسیه میمونیم و خبرها را ادامه میدیم. 9 قطار مسافربر در خط سیر والژسکی تاشکند که برای صادرات شهروندان ازبکستان از روسیه تشکیل کرده شده است، از شهر والژسکی ولایت ولگراد روسیه در آخر ماه اکتبر و اول ماه نوامبر حرکت میکنند، بنویسد اینترفکس با استناد به خدمات مطبوعات روی آهن ولگا. هر یک قطار از 20 واگن عبارت بوده. برای انتقال 938 مسافر در یک قطار پیش بینی شده است. در قلمرو روسیه قطارها به توقف حرکت میکنند. گفته می شود در خبر قید می‌گردد که مسافران می‌توانند چپته‌ها را از هر یک کسای روی آهن با پیشنهاد حجت‌های تصدیق کننده شهروندی ازبکستان خریداری کنند. غیر از این توسط اینترنت چپته‌های قطارها را به طور آنلاین نیز خریدن ممکن است. اول ماه سپتامبر وزارت نقلیات فدراسیون روسیه از راه آهن روسیه برای انتقال شهروندان ازبکستان از روسیه 10 قطار مخصوص در مسیر والژسکی تاشکند را تشکیل کردند. در مجموع بیش از 11,000 مهاجر ازبکستانی به تاشکند آن زمان انتقال یافتند. غیر از این، از اول ماه سپتامبر مقامات ولایت رستوف روسیه اینچنین سفر به تاشکند را با قطارهای مخصوص برای بیش از 8,000 مهاجر ازبک که از دیگر منطقه‌های فدراسیون روسیه در ولایت رستوف جمع آمده بودند و در خیمه‌های نزد ایستگاه راه آهن جایگیر شده بودند تشکیل کردند. قطارها از جانب خدمات راه آهن ازبکستان در یک جایگی با جنوب روسیه تشکیل کرده می‌شوند و هفته یک مرتبه حرکت را به عمل می‌درآورند. تفصیل خبرهای تاجیکستان و جهان را شما مستقیما روی موج رادیو مهاجر میشنوید. ایالات متحده آمریکا کارمندان شرکت هواپیمایی ایرافلوت روسیه را در انتقال دستگاه‌های الکترونی از جمله محصولات شرکت معروف اپل به روسیه به مبلغ $50 میلیون برای قاچاق گمانبر می‌کنند. تعداد گمانبران و موادهای شرکت اپل آمریکا برای قاچاق به روسیه 10 نفر کارمندان شرکت هواپیمایی ایرافلوت روسیه را در بر می‌گیرد که علاوه 8 نفر آنها بازداشت گردیدند. افراد بازداشت شده به انتقال اموال دزدیده شده، ندادن اطلاع صادرات غیرقانونی دستگاه‌های الکترونی ابطار می‌شوند. در این باره در وبسایت پروکراتورای ناحیه شرقی نیویورک خبر داده شده است. طبق اطلاعات دادستانی آنها همچون یک شبکه بین المللی قاچاقبر فعالیت کردند. گفته می شود که هنگام بازداشت گمانبران از آنها $10,000 و شمار زیادی دستگاه‌های الکترونی دریافت و مصادره کردند. حالا به هر یک عیبدار شونده حکم نظررس نه کمتر از 10 سال زندان تهدید می‌کند. در مورد شرکت هواپیمایی ایرافلوت باشد، دپارتمنت دولتی ایالات متحده آمریکا تقریباً 113 روابط کارمندان شرکت را با سبب گمانبر شدن در نقشه‌های غیرقانونی بیکار کرده است. شرکت ایرافلوت روسیه معلومات را درباره آنکه در بین قاچاقبران کارمندان سابق یا حاضر شرکت هستند رد کرده است. می‌نویسد رنوستی با استناد به خدمات مطبوعات شرکت مذکور. رهبرت ایرافلوت اینچنین قید کردند که نمایندگان شرکت با سفارت روسیه در ایالات متحده آمریکا و کنسولگری ژنرالی فدراسیون روسیه در شهر نیویورک ایالات متحده آمریکا همکاری نموده ماهیت دعوا را روشن می‌کنند و درباره عمل‌های من بعد به موافقه خواهند رسید. شما دوام بیش از 10 دقیقه تفصیل مهمترین خبرهای تاجیکستان و جهان را مستقیما شنیدید. سلامت باشد.